ارنست لودویگ کریشنر، نقاش، طراح و چاپگر آلمانی، بنیانگذار گروه هنری معروف به دی بروکه یا همون پل. پیشگام اکسپرسیونیسم آلمانی بود و رنگ‌های جسورانه و ضربه‌های قلم پر انرژی داشت و نمایش احساسات خام و واقعیت اجتماعی زمان خودش رو نشون میداد. موضوعاتش عموماً زندگی مدرن شهری، خیابان‌ها و کافه‌ها، زنان و رقصندگان و مناظر کوهستانی آلپ در سوئیس و همچنین ترکیب هیجان، تنهایی و انرژی زندگی مدرن بود. خیابان درزدن که در سال 1908 کشیده شد از آثار مهم اونه، همچنین خیابان برلین 1913 و خودنگاره به عنوان سرباز که سلف پورتری خودش هست که در سال 1915 نقاشی شد و همینطور یکی از مهمترین آثارش پست دامرز پلاتس درباره زندگی مدرن و تضادهای اجتماعی برلین بود. اون پس از فشارهای سیاسی و اجتماعی در آلمان نازی برچسب هنر منحت روی آثارش خورد. به همین دلیل در سال 1938 در سوئیس با شلیک گلوله خودکشی کرد. امروز اون رو نماد اکسپرسیونیسم آلمانی میشناسند.